سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ محمد هستم، به کانال خودتون خوش اومدید عشقا. من اومدم با یه سری ویدیوهای باحال و یه سری کامنت های باحال‌تر. بچه‌ها عذرخواهی میکنم برای اینکه یه خورده دارم دیر به دیر ویدیو میذارم. باور کنید بعد از مریضی اینقدر درگیر تعمیر این ماشینم شدم تا حالا 3 بار دیناموش عوض کردم و امیدوارم که دفعه سوم کار کنه. و الان که دارم ویدیو رو ضبط میکنم بعدش باید بلافاصله برم تعمیرگاه و از اون برم درجه برم سر کار. یعنی واقعا یه جورای انقدر همه چی شول و قطع تو هم شده، به خاطر همین یه خورده دارم دیر به دیر ویدیو میذارم. یعنی واقعا وقت نمیکنم، ولی بعد از این داستانا قول میدم بهتر کنم، انقدر چپ و راست ویدیو بذارم که خودتون بگید آقا بس دیگه اینقدر ویدیو نذار. عشقای من، میریم سراغ ویدیوها. فقط یادت نره از ویدیو خوش اومد ویدیو رو لایک کنی، نظر خوشگل و باحالت که فقط انرژیه برای من تو قسمت کامنت ها بنویسی، ممنونت میشم. و از همه مهمتر چک کن که کانال رو سابسکرایب داشته باشی. اگرم ساب داری که هیچ، داری دمت گرم. اگه نداری ساب کن، ولی ساب داری حواست باشه که سابت نپریده باشه، چون همچنان یوتیوب عزیزایی که از ایران با فیلتر شکم وارد میشن و متاسفانه ربات تشخیص میده و سابشون میپره. البته نه همه، ولی خب بیشتر اتفاق برای بیشتر بچه‌ها میفته. دوستتون دارم، مرسی که هستید. بدون معطلی میریم سراغ ویدیوها. حاضرید؟ لیتس گو. خب عشقای من، اگه حاضرید میریم با هم ویدیو اول رو ببینیم. جوجه رو بگیر، گوجه رو بگیر، منو بگیر. ببین یادته بهت میگفتم گشنمه، دلم کباب میخواد، میگفتی پول ندارم دیگه. خیلی بهم حال میدادی، 2 دور میزدی، میگفتی بو کن بریم. بدبخت الان جوجه میخورم، جوجه با کره میخورم. کره رو بگیر. ببین فکر کردی همیشه گوجه و سیب زمینی میخورم؟ گذشت اون دوران عمو، بیا واسه جوجه بخرم. دوران خوش من رسید. ببین عشق و حال به راه دیگه، هزینه میکنم. گذشت اون دوران. ویدیوی بعدی رو ببین تا بفهمی عشق و حال چیه. بله، ویدیوهای بعدی رو ببین تا تازه بفهمی عشق و حال چیه. چقدر زیاد شدن اینجور آدما. بریم ببین تو کامنت ها چی نوشتی. اینستا نه بهزیستی، واقعا بهزیستی شده. یکی هم نوشته ایشون اکس اون آقاه که کلن 1 متره، میگه بدبخت منو از دست دادی. راست میگه، اینا به هم میان. شاید هم اکسشه، شاید هم داره اینجوری دلبری میکنه واسه اون، ولی فکر کن اگه اینا دوتا بخون با هم دیگه زندگی کنن، ازدواج کنن، زوج هنرمند، چی بشه، چه شود. بریم ویدیو بعد. هر وقت احساس کردی روز بدی داری به این فکر کن توی فرودگاه بوجنور یه باجه‌ای هست برای مسافرایی که اشتباهی می‌خواستن برن بیرجند اومدن بوجنور. مگه میشه؟ میخواستم برم بوجنور، اشتباهی رفتم بیرجند، بروجرد، نمیدونم چی. یعنی واقعا این دوتا شهر رو اشتباه میگیرن؟ آره خب الان من خودم ویدیو رو دیدم نمیدونم گفت بیرجند و بروجرد یا بروجرد و همچین چیزایی گفت، ولی راست میگه، یکم شبیه همن نه؟ بریم ویدیو بعد. وقتی اعصاب ندارم میخوام دمنوش بخورم آروم شم. داداش تو چی کار کردی؟ واقعا این اتفاق میفته. ببین برای خود منم از این اتفاق زیاد افتاده، دقیقا همین جوریه. بذار بریم کامنتاش ببینیم چی نوشته. نوشته چرا آخرش دستت نخورد به لیوان بیفته و همه دمنوش بریزه. چقدر حیف شد، وگرنه عیشمون تکمیل میشد. واقعا عالی بود. راست میگه دیگه، این یه تیکش دیگه مونده بود دیگه، باید این دمنوشه هم میریخ پایین قشنگ حسابی. یکی هم نوشته یعنی دیگه باید فوش داد تا آروم شد. حالا دیگه اینجور کارا جواب نمیده، دمنوش و پمنوش و نمیدونم یوگا و نمیدونم من فلانو.
یکم نوشته ممنون که اعصاب ما رو هم به هم ریختی. راست میگه، دقیقاً رو اعصاب ما رو هم به هم ریخت. خودت که آروم نشدی هیچی، ما رو هم یاد خاطرات انداختی. بریم ویدیو بعد. آخ 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 آخ. روش چربی سوزی ایرانی‌ها بعد خوردن یه سینی غذا. دقیقاً همینه. من خودم البته که سال‌هاست کله باچه نخوردم، ولی اون موقع که کله باچه می‌خوردم بعدش لیمو رو میچکونم یه قاشق میرفتم بالا، خیلی چربی‌ها رو بسوزونه ببره. واقعا چرا فکر می‌کنیم جواب میده؟ یا شاید هم جواب میده. اگه میدونید جواب میده تو کامنت ها بنویسید. بریم ویدیو بعد. ماشاءالله خدا عزتون. آقا یکی از برنامه کاری ما این بود که بعد از عید با سودی که از فروش اجناس به دست میاریم 2 زندانی آزاد کنیم. ولی خب احتمالاً پنجم ششم دیگه ما خودمون تو زندان وکیل نوبت باشیم. بچه‌ها برامون دعا. بعد دور زمونه واقعا دست به هر چی میزنی تهش زندان. یعنی کار کاسبی اصلا نمیشه راه انداخت با این وضع و اوضاع. بریم کامنتاشو ببینیم. بیایید برای همدیگه ضامن بشیم نریم زندان. خب چجوری؟ مثلا من ضامن شما میشم شما نری زندان، بعد منو میخوام بندازن زندان. آها، بعد شما میای ضامن من میشی که من. بعد هم نیست نه؟ ضامن هم دیگه میشیم هیچ کم نمیره زندان. ایدهش بد نیست. نه واسه اصالتا کجایی بودی تو؟ داداش ما لوریم، لور 4 ماه وقتیه. تو کجایی؟ صفا باشه، ما ترکیم. ترک کجایی؟ ترک آفریقا. باز دوباره تو شروع کردی؟ اسکولی دروغ دارم بابا آفریقا مگه ترک داره؟ بزرگمو ببین. Allah'a and olsun kaçmak istiyor. Evimi alan yoktur. Alan olsa kov kaçacağım. Getdim pul da veren yok. جان مگه میشه؟ بریم کامنتاشو ببینیم. یا شاسین آفریقا ترکلری. این واقعا آفریقایی بود ولی ترکی حرف میزد. یا شاسین آفریقا اوشاقلاری. بریم ویدیوی بعد. بدبخت فکر کردی فقط تو باشگاه ورزشی لوازم ورزشی هست؟ زیر زمین ما مجهز به تمام لوازم ورزشی. بدبخت عرض اندام در راه هست، به زودی عرض اندام میکنم. بدبخت راستی به اون دومادتون که بشه باجراق من بهش بگو پشت سر من زیاد حرف نزنه. بدبخت ولی خود شیرینی. بدبخت اندام در راه هستا. بدبخت بگو تو تا حالا به بابات نگفتی بابا جون. آدم به پدرزنش میگه آقا جون آقا جون مامان جون سنگک بخرم. بدبخت آشمال تو باختی. کامل زیر زمینه بگیر، ماهواره رو بگیر، یه جور بیافته که ماهواره داریم زیرم، تلویزیونم روشنه. ست ورزشی منو کامل بگیر. اون پشتم نوشتهاش انگلیسیاش معلوم باشه. لباسم ست ورزشی کامل بگیر. خیلی باحال ویدیو میگیره. فقط من موندم چقدر گاز پیکنیکی بود اونجا. ست ماهواره بیفت. کامنتاش بکنم باحال باشه. آخه میگه عرض اندام و تو باید خود طول اندام بگیری. نامستم تو عرض نازم نداری، تو یکم طولی رشد کنی. بیا کامنت ها رو. پیکنیک و پشتی رو باور کنیم یا امکانات ورزشی. راست میگه دیگه، بساط پیکنیک براه. یکم نوشه مینی آرنولد. داداش اون پیکنیک ها برای بعد تمرینه؟ احتمالاً برای بعد تمرین یا شاید قبل تمرین رو استفاده میکنه. بریم ویدیو بعد. تو رپرهای نسل جدید با کی بیشتر حال میکنی؟ با اختلاف بودت کار، با اختلاف 100%. هیروسینا به خصوص این آهنگ جدیدی که با پوبون خوندن و خیلی خوشم میاد. کومان آره آهنگش جالبه. منی که اسمش کدومو نشنیدم دقیقاً. اینا اصلا چرا ما اینا رو نمیشناسیم؟ نسل ما چرا اینا رو نمیشناسه؟ اصلا من نمیدونستم همچین اسمایی وجود داره، چه برسه که بدونم اینا خوانندن یا رپرن. یعنی ما اینقدر از دنیا عقب افتادیم و خیر سرمون داریم تو اروپا هم زندگی میکنیم. حالا نمیدونم واقعا شماها هم که هم دوره های من هستید، حالا دهه 50 60
یا شاید هم دهه 70. واقعا شما میشناسید اینا رو؟ بریم کامنتاشو ببینیم. فقط بتامتازون، راست میگه، شبیه قرص و شربت شیاف و آمپول بود اسمشون. فقط بتادین. یکی هم نوشته فقط واکاشیزوما، منظورش باکاشیزوما بود فکر کنم توی کارتون فوتبالیستا. با اختلاف پیروکسیکا و نوافن. واقعا چه اسمایی بود. من باور کنید اولین بار تو این ویدیو این اسما رو شنیدم، تا حالا نشنیده بودم. نمیدونم. بریم ویدیوی بعد از سلطانه ببینیم. جلسه داشتیم، داریم کیک میخوریم با اینا. باجی بودم آجی اینو میبینی؟ گفت آره. بودم آجی اینو میبینی؟ گفتم دیگه نمیبینی. این آیسون این با این هیکلش به همین نونخامه ای هم میخوره؟ من فکر کردم خیلی به رژیم و غذا و این چیزاش باید مثلا حساس باشه. عجب. بریم ویدیوی بعد ببینیم. اونایی که عاشق چرت و پرتن براتون نخسیخ کن آوردیم، فقط منتظرم تو کامنت ها به هم بگید کاربرد این وسیله چیه. ما خیلی فکر کردیم خودمون راضی بشیم. تنها کاربردی که تونستیم کشف کنیم اینه که توی سوپرمارکت مثلا میتونم مثلا جنس از اون پشت بیارم. بچه یه چراغ هم داره که اینو با نور فلورسنتی که داره روشنش میکنه. توی کامنت ها اگه کسی تونست کاربرد این محصول رو بگه به بیشترین لایک یه دونه از اینا به صورت رایگان تعلق میگیره. رنگ‌بندی هم داره. اون هم بفرست واسه اونی که عاشق چیزای چرت و پرته. اون به چه دردی میخوره؟ میگه اونایی که عاشق چرت و پرتن براتون نخسیخ کن آوردم. بچه واقعا نخسیخ کن چیه؟ من چرا خواننده ها رو نمیشناسم؟ این وسیله چیه؟ من نمیشناسم یا کلا یه چیزای عجیب غریبی ان اینا. آخه نخسیخ کن واقعا چه خودش هم تبلیغ خوبی میکنه، با اینکه خودش فروشنده از جنس آوردی که بفروشه. میگه اونایی که عاشق چرت و پرتن. واقعا این چه چرت و پرتیه؟ نخسیخ کن چی کار میکنه دقیقا؟ نخو سیخ میکنه که نمیدونم. بریم تو کامنت ها ببینیم. نوشته همه چی خوب بود تا وقتی فهمیدم 625 تومنه. 625,000 تومن هم پول نخسیخ کن. واقعا مثلا چی کار میکنن؟ تو مهمونی ازش استفاده میکنن، تو دور همیا کار خاصی. اگه واقعا کسی میدونه اطلاعی داره بنویسه، حداقل ما هم از این سردرگمی نجات بده. یکی نوشته حباب سازه. حباب ساز که فکر نکنم، چون دائم در حال چرخشه. فکر نکنم بتونه حبابی درست کنه. نمیدونم واقعا. یکی هم نوشته مهندس فقط نخ سیخ میکنه. بریم ویدیو بعد. نخ سیخ میکنه دیگه، قراره چی سیخ کنه؟ آموزش باز کردن نایلون این لواشک‌ها رو میخوام براتون بذارم. الان شاید فکر کنید چقدر مسخره است، ولی باز کردن همینم برای خودش یه فن میخواد. این لواشک‌ها با این لواشک‌ها فرق میکنه. قدیما اینا انقدر سخت باز میشد که آخر سر با هم نایلونش میخوردیم و مینداختیم میرفت. راست میگه. حالا میخوام آموزش باز کردن اینو بگم. هیچ، فقط سرعتی باید عمل کنید. دوتا رو به هم میچسبونیم. دوباره باز به هم میچسبونیم. به همین راحتی کنده شد. الان همه میگم وای مشکلم حل شد، وای دایناسور بیاد منو بخوره. همینو بده بهشون، نمیتونم باز کنم. چقدر این روش سرعتی باز کردن داداش اصلا یه چیز دیگه میگفت. بریم کامنت ها رو اول ببینیم. میشه خواهش کنم سری بعد آموزش باز کردن دوغ آبلی رو بذارید؟ جواد هستم از گنبد. ممنون. آره جواد جان حتما، با امید خدا. چرا که نه. دوست عزیزمون اگه این ویدیو رو میبینید لطفاً آموزش باز کردن دوغ آبلی رو هم برای جواد جان از گنبد بذار. یکی هم نوشته علی این کلیپ بعد از اذان بود. علی بعد اذان بود. یکی هم نوشته محتوای خوابام. ولی
علی من فکر میکنم تازه از کمپ آزاد شده بود، چون این روش باز کردن اینجوری از پلاستیک بیشتر محسوس کسایی که به کمپ ترک چیز میرن. بریم ویدیو بعد، ولش کن. سلام خانم. سلام عزیزم. عزیزم من سیر شدم دیگه نمیخوام اینو. این که همش مونده، میخوای واسهتون پک کنم؟ نه عزیزم مگه چقدر قیمت داره پکش کنیم برام؟ خودتون بخورید. مرسی. خانم ببخشید. سلام. اینو برام پک میکنید فقط زود. باشه عزیزم. کسی نبینه میشه یک کوچولو زودتر؟ بله حتما. مرسی. خسته نباشید. مرسی عزیزم. اینو برام پک میکنی عزیزم؟ اینو؟ بله. چیش مونده خانم؟ 3 تا دونه توش مونده دیگه. اینو پک کنم واسهتون؟ بله کنارش هم یه سس بذاری شام بزنم. مرسی. شام بزنید. عجب دوره زمونه بدی شده. باشه منتظر بمون. خب دیگه وضعیت اقتصادی اینقدر خرابه که راست میگه متاسفانه از این بدتر هم هست. بریم ویدیو بعد. وقتی پارتنرت صدای باریدن بارون میذاره تا کمک کنه خوابت ببری، ولی تو صدای سرخ شدن مرغ میشنوی و حالا گشنته. راست میگه واقعا یکم بهش دقت کنید شبیه صدای سرخ شدن مرغ بود. بریم کامنتاشو ببینیم. وای دیگه نمیتونم با صدای بارون بخوابم، گشنم میشه. عزیزم ما هم گشنمون میشه. یکی هم نوشته سطح احساسات من. دیگه نفهمیدیم این کامنت چه ربطی داشت، ولی بازم بریم ویدیو بعد ببینیم. مهدی الان گفته دیگه هیچی نخور. ای به داد من. مهدی بدبخت چی میخواد بخوره تو دستشویی تو توالت؟ وقتی اذان صبح میگم و تو دستشویی هم. آخه چرا این کار کردی با مهدی؟ در زده تو توالت میگه مهدی اذان زدم دیگه چی نخور، ما رمزونه. خب تو توالت چی بخوره؟ به نظر چی میتونه تو توالت دیگه بخوره؟ کامنت کنید. خب کامنت ها نوشته نشستم به در نگاه میکنم. نگو که دلم خون شد. حالا یکی اومده گلایه کرده دستشویی رفتن پسرها جوریه که فقط با سند آزاد میشه. حالا نیست خانوما میرن سری میان بیرون، پسرها رو با سند میارید. بچه من واقعا نمیدونم چه مدلی از بی ام که اومده تو ایران. تازه اومدم مثلشو ندیدم. چجوری پلاک ملی گرفته؟ عجیبه. میدونی مدلش چیه؟ اگه میدونی منو کامنت کن. چرا این کارو میکنید؟ به خدا ببین حالا دست بر قضا یکی اشتباهی به عنوان توریست میاد تو ایران، یه خارجی یه فلان یه مهمون خارجی که داره میاد اینا رو میبینه آبرو شرفمون میره. به خدا نکنید. این مارک اصلا من نمیدونم این چه حرکتی، این مارک ماشینای خارجی رو میچسبونه روی ماشینای تولید داخلی. من یه بار تو این اروپا ندیدم یکی بیاد یه آرم یه ماشین دیگه رو بیاد روی ماشین دیگه بچسبونه. واقعا نکنیم این کارا رو. بریم کامنتاشو بخونیم. بی ام طلاق. ای خدا. کویک دبلیو یه هم نوشه بی ام کویک. واقعا دیگه این چی بگم پیوندی بود. بریم ویدیو بعد. وضعیت ماشین لباسشویی ما که بابام میگه آلمانی اصله و نباید عوضش کنیم. بدبخت انداختن تو قفس که نزنه بیرون. آره دیگه خب جنس آلمانیه، ولی ببین با اینکه اینقدر درب داغون داره تقلا میکنه قفس جر بده بیاد بیرون ولی باز داره کار میکنه. بریم بچه ویدیو آخرم با هم ببینیم. بچه من موزیک اینو قطع کردم به خاطر کپی رایت. نوشته شاید مشکلت اونقدر بزرگ نباشه، فقط کافیه یه جور دیگه بهش نگاه کنی. میبینی این کاسه‌ای که دستشه داشت سعی میکرد از هر جور شلای میله ها ردش کنه، ولی آخر با یه ترفند خیلی ساده به راحتی از اون میله ها رد شد. باور کنید بچه ها مشکلات ما هم تو زندگی همینجوری میتونه باشه. من یه مثال بزنم. من که مریض شدم خیلی مریضیم اصلا خیلی وحشتناک بود، یه جوری که یعنی واقعا اصلا دیگه امیدی به زندگیم نداشتم در این حد.
حالم بد بود. توی این نیروبیر یه دفعه کن ماشینم خراب شده بود، یه پا دکتر رو نمیدونم چیز، یه طرفم سر کار باید میرفتم، یه طرفم باید میرفتم تعمیرگاه، از اون برام باید پیاده میرفتم سر کار. اصلا همه چی برام خیلی بد بود. ولی بعدش من گفتم آقا حتما یه خیریتی درش هست، یه فلانی هست، بی خیال. فقط خندیدم، وا دادم و همچنان دارم میخندم و سومین دینامو امروز قراره برم نصب کنه برام رو ماشین و همچنان دارم میخندم. امیدوارم که سومین دینامی که رو ماشین نصب میکنم کار کنه و به دینامو هفتم و هشتم و دهم دیگه نرسم. آقا اینجا براتون دو ویدیو اعلام کنم. ویدیو تموم شد. خب دوستای گلم، با آخرین قسمت از ویدیو رسیدیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید، ویدیو رو تماشا کردید. حالا که تا اینجا اومدید ممنون میشم اون لایک خوشگل برام بزنید، یه کامنت خوشگل برام تو قسمت کامنت ها بنویس، حداقل بدونم نظرت چی بود راجع به ویدیوها. عشق منی، خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگه هم ساب دارید که چک کنید سابتون نپریده باشه. راستی بچه‌ها کانال تلگرام و اینستاگرام و لینکش توی دیسکریپشن هست، تو قسمت توضیحات لینکش هست، میتونید روی لینک بزنید عضو کانال تلگرام و اینستاگرام ما بشید. ممنون میشم این کارو بکنید، اینجوری کمک بزرگی به من و کانال خودتون کردید و حمایت شدم. عشقای من، آخر ویدیو اول اینکه این دو تا ویدیویی که این پایین میاد از دست ندید، برای شما عشقا درست کردم و اینکه براتون در آخر ویدیو آرزو میکنم مثل همیشه اول سلامت باشید، سلامت و دوم جیباتون پر از پول و تو زندگیاتون آرامش داشته باشید. عشقای منید، بدونید محمد همیشه دوستتون داره. مواظب خودتون و قشنگتون باشید. تا ویدیو بعد، خداحافظ.